دیشب یک خوابی دیدم، یک خواب عجیبی دیدم، خواستم با شما در میان بگذارم. خواب دیدم که حکومت اسلامی ایران بر سراسر منطقه خاورمیانه مسلط شد. هرچی گشتم اسرائیل رو ندیدم، نبود، اسرائیلی وجود نداشت. کل منطقه از لبنان تا حوثی های یمن، از سوریه تا عراق، بحرین، جاهای دیگه همه شده بود حکومت اسلامی ایران. یک دموکراسی به نام اسرائیل وجود داشته؟ نیستش دیگه، تمام شد، نیست. بنابراین دیگه دموکراسی در منطقه وجود نخواهد داشت. مسجد الاقصی رو آزاد کردن، دیگه دست اسرائیل نیست. گفتیم اسرائیلی اصلا نابود شده، دیگه وجود نداره. بیدار شدم، دیدم که خوشبختانه این یک خواب بود، شاید یک کابوس بود.